صدقاً دوست داریم. هر جایی که باشیم اتفاق باشیم، زبان شیرین داشته باشیم، با یکدیگر مهربان باشیم، دست یکدیگر را در تنهایی در روزهای سخت دست یکدیگر را گیریم. اگر مردم خلق این سیاست را دستگیری نکند، تنها یک رهبری دولت هیچ کار را انجام داده نمی‌تواند. من شکر میکنم که پای این قدر سال این خدمتی تنها رهبری دولت نیست، این خدمتی کلی مردم تاجیکستان از خرد تا بزرگی مردم تاجیکستان است که این سیاست را دستگیری کرده به این روز رسیده. من به شما احسان و آفرین یک جهان تشکر میگویم. منتداری صمیمی خود را بیان میکنم. سلامت باشید. احسان، آفرین.